با من آماده شیم بریم باشگاه. همینطور که میبینی صدام خیلی گرفته، افتضاح شده به خاطر آلرژی فصل. آلرژی نمیدونم داستانش چیه، ولی از وقتی اومده حسابی منو انداخته تو خونه دیگه. بعد از کلی وقت گفتم به خودت بیا، پاشو برو باشگاه. و در آخر که بالم لب معمولی میزنم. من هر موقع میخوام برم باشگاه موامو میبندم که بره جمعش میکنم. میخوام امروز اینو بپوشم با یه دونه بالاتنه کلوین کلی بپوشم بیام نشونتون بدم. کفشم اینو انتخاب میکنم. همیشه وقتی باشگاه میرید مامتون رو بزنید. من که ماممو زدم. بوی بهشت میده. عطر مو، خب بطری آب و دستکشم از واجباته و همچنین مت. اینم از استایل من برای باشگاه امروز. نظرتون چیه؟ برام توی کامنت بنویسید. بریم که خیلی دیر شده.